امروز جمعه است 9 خرداد. من امروز تجربه متفاوتی رو داشتم. با صبح ثبت نام کردم و پروژه کار رو خودم خیلی دوست داشتم و مهرداد کسی که ورکشاپ رو برگزار کرد گفتش که نهایتاً تا 3 هفته دیگه دستتون میرسه و واقعا براش ذوق دارم، چون 2 تا مدلی شد که کاملا پینترستی شد. برگردیم به قبل از شروع کارگاه. سالم میبینمتون. من مهردادم، 30 سالمه، ویژوال آرتیستم. ولی زیاده. شما با نخ این شکلی نصفش کنید که 2 تا چونه داشته باشید. حالا کاری که باید بکنین چیه؟ بچه بریدین برایشون 2 تا دلاتون رو بذارید اضافه شد. آره اگه تجربه بزنید چی ندید هست؟ ببین چون 2 بار بازی بسته شده احتمال بگیرد. اون هنرمندی که گفتی اصلا بار کارو سنگین کرد. آقا کار دستته چه سواره به کاری؟ به خدا اوکی یه ببرمش بغلش باید از اینجا داخلش بعد که باقی میمونه رو با امر از بین میبریم. پروژه کار همه بچه‌ها خیلی بامزه شد و تایم خیلی باحالی رو کنارشون گذروندم. کلی خوش گذشت. اینم خروجی کارهامونه، اینم خروجی کار من و اینجا هم آخر کار و قسمت خوشمزه. مرسی که تو این ولاگ همراه من بودین. تا ولاگ بعدی، خدافظ. تا ولاگ بعدی، خدافظ.